بسم الله الرحمن الرحیم. راهپیمایی روز قدس همیشه نشانه اتحاد ملت ایران و اقتدار ملت ایران. همچنین نشانه این است که ملت ایران بر سر اهداف مهم و سیاسی و اساسی خود پایدار و با استقامت. اینجور نیست که شعار حمایت از فلسطین رو بده بعد یکی دو سال بگذره رها کنه. 40 و چند ساله روز قدس ملت ایران در راهپیمایی شرکت میکنن، در هوای سرد، هوای گرم، با دهان روزه، در سراسر کشور، نه فقط در شهرها، در شهرهای بزرگ، کوچک و روستاها. بنابراین راهپیمایی قدس، روز قدس، یکی از افتخارات ملت ایرانه. امسال این راهپیمایی به نظر من اهمیت بیشتری داره. ملت‌های دنیا طرفدار ما هستن، اونایی که ما رو میشناسن طرفدار ملت ایرانن، لکن برخی از سیاست‌ها و دولت‌ها که مخالفن علیه ملت ایران تبلیغات میکنن، وانمود میکنن وجود اختلاف رو، وانمود میکنن وجود ضعف رو. راهپیمایی شما در روز قدس همه این ترفندها و سخنان باطل رو ابطال خواهد کرد. امیدوارم انشالله خدا کمکتون کنه و راهپیمایی روز قدس یکی از بهترین و پرشکوهترین و با عزتترین راهپیمایی‌های این چند سال باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.